طراحی رابط کاربری یا یوزر اینترفیس دیزاین یکی از مباحث بسیار پرکاربرد و تخصص‌های رایج امروزه که خیلی از بچه‌های آیتی دارن بهش علاقه‌مند. یادگیری این تخصص خیلی مهمه. باید یه جوری یادش بگیریم که خیلی خوب بتونیم نرم افزارها و اپلیکیشن‌ها رو طراحی کنیم. من احسان عزتیام و قصد دارم توی این ویدیو به شما دوره‌ای رو معرفی کنم که تا الان 10 بار برگزار شده و بیش از 400 تا دانشجو داشته. سلام من احسان هستم و خیلی خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از کانال یوتیوب من و اگر دارید این ویدیو رو از وبسایت من مشاهده میکنید. دوره طراحی رابط کاربری و آموزش نرم افزار فیگما قراره که برای فصل 11 در پاییز 1404 با ظرفیت محدود برگزار بشه. در 10 فصل گذشته بیش از 400 تا دانشجو داشتیم و بیش از 30 تا پروژه داخل کامیونیتی منتشر کردیم و کلی ساعت منتورینگ و تدریس. و اما قراره که در فصل 11 یعنی پاییز 1404 این دوره چیا داشته باشه. 12 جلسه 3 ساعته آموزشی دارید. دوشنبه ها و جمعه ها از ساعت 7 تا 10 شب به وقت تهران. 4 جلسه ریویو 4 ساعته دارید که جمعه ها مجددا از ساعت 7 تا 11 شب به وقت تهران برگزار میشه و 5 تا جلسه 1 ساعته تیچر اسیستنت دارید که به شما کمک میکنن پروژه هاتون رو جلو ببرید. در مجموع این دوره بیش از 50 ساعت آموزش آنلاین رو به همراه داره. از اونجایی که این دوره آنلاین برگزار میشه شاید سوال باشه که احسان ما اگر نتونیم جلسات رو بیاریم یعنی ویدیوها رو از دست میدیم؟ نه، ویدیوها براتون ریکورد میشه و تا 2 سال میتونید حتی به ویدیوها دسترسی داشته باشید. و اما احسان قراره که توی این دوره چیا یاد بگیریم؟ هر چیزی که نیاز دارید توی طراحی رابط کاربری انجام بدید توی یک پروژه توی این دوره یاد میگیرید. چرا؟ به خاطر اینکه این دوره پروژه محور، تطبیق محور، کاملا بالا سرتون هستن برای اینکه کامل رابط کاربری رو یاد بگیرید. از مقدماتی ترین مباحث هم شروع میکنیم، مثل اینکه اصلا طراح رابط کاربری کیه، نقشش چیه، به چه دردی تو سازمان میخوره، چند مدل رابط کاربری داریم، تا آموزش خود ابزار طراحی رابط کاربری که امروزه فیگما میشناسیم این ابزار رو، و مفاهیمی مثل اوتو لی‌آوت ها، کامپوننت ها، ریسپانسیو دیزاین، توکن ها، دیزاین سیستم ها، آیکونگرافی، تایپوگرافی، رنگ شناسی، مفاهیم پایه رابط کاربری مثل کنتراست و حتی در بخش پروتوتایپ هم قرار آموزش ببینیم. همونطوری که بهتون گفتم این دوره پروژه محوره، یعنی شما هم میتونید کار انفرادی انجام بدید که به صورت تسک هست، هم میتونید کار پروژه‌ای به صورت گروهی انجام بدید. یه سری از پروژه ها رو براتون اینجا میارم عکساش رو، میتونید برید همینا رو توی کامیونیتی فیگما دانلود کنید ببینید که سطح کارهایی که توی دوره انجام میشه چجوریه. ثبت نام این دوره از همین الان شروع شده و قراره که اول آبان ماه این دوره برگزار بشه. هزینه ثبت نام توی این دوره هم بدون افزایش قیمت مثل دوره‌های قبل همون 8 میلیون تومان. اگر اطلاعات بیشتری در مورد این دوره نیاز دارید میتونید به آدرسی که این پایین میاد مراجعه کنید و اطلاعات کامل، سرفصل‌ها و هر چیزی که در مورد این دوره هست رو مطالعه کنید. اگر همچنان تو ذهن سوالی در مورد این دوره مونده میتونید با آیدی من توی تلگرام پیام بدید و سوالاتون رو بپرسید، حتما بهتون پاسخ میدم. اینم بگم که ظرفیت این دوره خیلی محدوده و معمولا این سری از بچه‌ها جا میمونن از ثبت نام این دوره. خیلی زود اگر تصمیم گرفتید برای ثبت نام حتما ثبت نام خودتون رو انجام بدید. ثبت نام این دوره هم از طریق تلگرام به همین آیدی تلگرام من پیام بدید، ثبت نامتون انجام میشه. امیدوارم که در فصل پاییز 1404 میزبان شما عزیزان باشم.